تاجیکای ما یک زنبور مثل دارن، میگن چاهکن زیر چاه. قصه امروزه ما هم در همین باره است. نفری بود به نام محمد، در کوچه و بازارها به آب فروشی مشغول بود. مرد خیلی خوش معامله و خوش اخلاق و خوش گفتار بود. همین بود که مردم خیلی دوستش داشتند. دیر نگذشت که آوازه او به پادشاه رسید. پادشاه نفری را فریاد کرد که محمد بگو نزد من حاضر شود. محمد نزد پادشاه حاضر شد. پادشاه گفت برای مهمانای ما خدمت کن. تا بیگاه به مهمانهای پادشاه خدمت کرد و آب میریخت و قصه و حکایت های خیلی خوب میکرد. وقتی بیگانه شد، پادشاه گفت از قصه و حکایت های تو مرا بسیار خوش آمد. از این پس در قصر ما حاضر میشه و در اینجا کار میکنی. محمد خیلی خرسند شد. خانه‌اش رفت، این خبری خوش به زنش گفت. هر دو سجده شکر کردن و شکر خدا را کردن. فرداش محمد در مجلس پادشاه حاضر شد و باز همون آبریزی کرد و قصه های جالب خودش گفت. روزها گذشت، هفته ها گذشت. پادشاه هرچی زیادتر محمد دوست می داشت. هرچی زیادتر نسبتش رفتارهای خیلی خوب میکرد. از این حالت وزیرش خوش نآمد. گفت اگر همین خیر رفتن بگیره، محمد به پادشاه نزدیکتر می شود و شاید که پادشاه هم محمد وزیر خودش کنه. احساس خطر کرد. یک روز به محمد گفت که ای محمد، پادشاه از بوی دهنی تو خوشش نمی آید. محمد حیران شد. گفت پس چیکار کنم؟ گفت وقتی در مجلس ها حاضر میشه، دهن تا به یک چیز بند تا بوی دهنی تو به پادشاه نرسه. پادشاه که نسبت تو احترام زیاد داره، نخواست که ایر در رود بوده. فرداش محمد با دهنی بسته در مجلس اشتراک کرد. تا بیگاه خدمت کرد. پادشاه حیران شد که چرا محمد دهنش میبنده. یک روز گذشت، دو روز گذشت، یک هفته گذشت. پادشاه احترام و محبتی که نسبت محمد داشت نتونست که در روش بگه این سوال. از وزیرش پرسید که با محمد چی شده که یک هفته میشه و در مجلس های ما اشتراک میکنه با دهنی بسته. وزیر گفت اگر من این گپا بگم شاید که سرم از تنم جدا کنی. پادشاه گفت نه، من این کارا نمیکنم، بگو این چی گپ است. وزیر گفت محمد میگه بوی دهنی پادشاه خیلی بد است. از همین سبب من دهنم میپوشم تا بوی غلیظ دهنی پادشاه به من نرسه. پادشاه خیلی غضبناک می شود. نزد زنش می رود و این قصه را در زنش می کنه. و پادشاه میگه من حیرانم که به این چی کار کنم. خیلی دوستش می دارم، خیلی مردی خوش اخلاق است، چرا این کار به ما کرده؟ زنش میگه که این جرأت اگر کرده باشه نسبتی تو خیلی بد است. از همین خاطر سرش از تنش جدا کن تا برای دیگرها پند شود. هیچ که جرأت نکنه نسبتی توی کار انجام بده. پادشاه هم میگه خیلی کار خوب گفتی، گپی خوب گفتی. بعدا فردا پادشاه نزد قصرش میآیه و اون دربان میگه که هر کس بگانی با یک دسته گل اگر از قصر ما خارج شید، سرش از تن جدا کن. محمد هم در مجلس اشتراک میکنه. وقتی که مجلس مهمانی و مهمانداری پادشاه تمام میشود، بیگانه میخواهد چون عادت به خانهش برود. پادشاه یک دسته گل به محمد میده، میگه این دسته گل بگی چون که روز خیلی خدمت خوب کردی. وقتی محمد میخواهد از قصر بیرون شود، در نزد در قصر وزیرش پیش راهش میگیره. وزیر پادشاه میگه ای چی است؟ میگه ای را پادشاه برای من داد. میگه وزیر که ای محمد این لیاقت تو را نداره، تو در این گلا زیبنده نیستی، یا را برای من بده. از دست محمد میزنه میگیره. خب فردا میشوه محمد باز در مجلس اشتراک میکنه، به مهمانا آب میریزه. پادشاه حیران میشوه. محمد نزد خودش فریاد میکنه، میگه محمد او دسته گل کجا کردی؟ میگه پادشاه هم وقتی دیروز میخواستم از در بیرون شم،
وزیر رای مرا گرفت و گلا را از دستم گرفت. گفت که در این گلا ملایاقت‌ترم، یعنی این گلا زیبی ما دارن، زیبی تو ندارن. پادشاه حیران شد. گفت محمد قصه ای که دهنت میبندی بعد در مجلس ها اشتراک میکنی چی است؟ گفت پادشاه هم وزیر به ما گفت که بوی دهنی تو پادشاه ناراحت کرده گیه، وقتی در مجلس ها اشتراک میکنی دهنت بند. وزیر میخنده میگه قسم به خدا او دسته گل زیبی همو وزیر داشت. هدف از این قصه چی است؟ خداوند میگه من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعليها. هر کی عملی نیک میکنه به درستی برای خودش کرده، با او خودش برمیگرده، و هر کی کاری بد میکنه بر علیه خودش است. پیغمبر خدا درود و صلوات بر او میفرماید المسلم من سلم مسلمون من لسانه و یده. مسلمان کسی است که از زبان و دست او مسلمانای دیگر در امانت در امنند. شاعری بزرگوار میگه هر که بد کرد به روزی بد رسد، نیکی را نیک، بد را بد رسد. با امیدی دوستی و محبت، دوری بغض و عداوت، خدا یار و یاورتان.